سلام بچه‌ها، ان شاءالله کارتون خوب باشه. بریم با ادامه ماجرا و صحبت هامون رو تکمیل بکنیم. یه عملگر جدید داریم به نام فاکتوریل. نمادش علامت تعجبه و کنار یک عدد یا یکی از حروف انگلیسی که معمولا n هست میذارنش. حالا مفهومش چیه؟ ببین، هر موقع ما بخوایم ضرب یک سری عدد طبیعی رو به صورت پشت هم بنویسیم برای راحتی کار و راحتی ساده کردن، راحتی نوشتن و کمتر جا گرفتن نوشتن، اینا از فاکتوریال استفاده میکنیم. یعنی چی؟ مثلا من میخوام از 6 ضرب کنم در 5 در 4 در 3 در 2 و در 1، یعنی عدد طبیعی از 6 تا 1 رو همه رو در هم ضرب کنم. به جایی که یه همچین چیزی یه خط بنویسم می‌نویسم 6 فاکتوریل اینطوری. اوکی، خب پس عددها باید طبیعی باشه به جز یه استثنا که بهتون میگم، و یعنی مثلا 3.5 فاکتوریل نداریم. اوکی، رادیکال 7 فاکتوریل اینا نداریم. حله؟ مثلا فرض کن من بنویسم 25 فاکتوریل، یعنی از 25 ضرب کن 24 ضرب کن 23 ضرب کن برو تا 3 مثلا 2 در 1، یعنی از 25 تا 1 رو ضرب کن که این عددش فوق العاده عدد بزرگی میشه، خیلی بزرگ میشه. اوکی، من نمیدونم این درسته یا نه واقعا، ولی قبل ترها خونده بودم که عدد 19 فاکتوریل رو اگه ضرب کنیم عددش از تمام تعداد صفحات کتاب از اول موقع کتاب نوشتن تا الان بیشتر میشه. 19 فاکتوریل، این که دیگه 25 فاکتوریل. حالا یا 19 بود یا یه عدد دیگه، یعنی مفهومی که فاکتوریل خیلی عدد درشتی رو میده. خب حالا نگاه کن، یکی این مورد راجع به فاکتوریل باید بدونید. نکته بعدی که راجع به فاکتوریل هست مدل ساده کردن فاکتوریل هست. یعنی چی؟ من تو صفحات بعد با مثالش، یعنی الان شد چقدر بچه‌ها؟ این شد 6 فاکتوریل. مثلا به من میگن آقا 10 فاکتوریل تقسیم بر 8 فاکتوریل. من اینو چجوری حلش میکنم؟ اندازه پایینی از بالایی نگه میدارم. برای اینکه اینو توضیح بدم نیازی که اینو بگم بهتون. مگه این کل 6 فاکتوریل نیستش؟ چرا؟ حالا از 5 تا 1 میشه چی؟ همینجا از 5 تا 1 میشه 5 فاکتوریل. آقا پس من میتونم 6 فاکتوریل رو بنویسم 6 ضرب در 5 فاکتوریل. به همین ترتیب این تیکش چی؟ میشه 4 فاکتوریل. ببینید 4 فاکتوریل. پس من میتونم بنویسم 6 ضرب در 5 ضرب در 4 فاکتوریل. اوکی؟ عملاً این 25 فاکتوریل رو من میتونم بنویسم 25 ضرب در 24 ضرب در 23. وقتی رسیدم به 23 خسته شدم دیگه، چند نقطه گذاشتم. به جای که این کارو کنم یه فاکتوریل بذار. 25 24 23 فاکتوریل. خب 10 فاکتوریل رو بنویسم 10 در 9 تا برسم به این 8 فاکتوریل. دیگه ادامه نمیدم. پایینم 8 فاکتوریل، این دو تا رو با هم ساده میکنم، جوابش 90. 10 ضرب در 9. حله؟ خب این از کارهای فاکتوریل. به چه دردمون میخوره؟ یکی از کارهایی که میکردیم توی مسئله های قبلی بیارم واسهتون، مثلا اینجا نگاه کن، 3 ضرب در 2 ضرب در 1 رو میتونیم بنویسیم 3 فاکتوریل. من چی میگم؟ نیازی نیستش که مثلا اینجا ببین دوباره 3 فاکتوریل. بازم داشتیم البته عقب‌تر، تو سوال عقب‌تر داریم. یعنی اینجا نگاه کنید 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 رو میتونیم یه ضرب بنویسیم 4 فاکتوریل. خب حالا ببین راحت دیگه نوشته میشه. ببین حالا من چی میگم اینجا؟ یه تعریف مهم داریم. اگر چند شیء متمایز داشته باشیم، به هر حالت چیدن آنها کنار هم میگیم یک جایگشت. جایگشت خدا رو شکر یک کلمه کاملا فارسیه. جای به اضافه گشت
یعنی یه جایی و چرخششون کنار هم دیگه. میگیم یه جایگشت، چند تا شی رو بذاریم کنار هم. مثلا از این چند تا شیئی که ما میخوایم بذاریم کنار هم، فرض کن من یه توپ زرد دارم، یه توپ آبی دارم و یه توپ سبز. حالا میخوام ببینم که این یه دونه جایگشت چیدن اینا کنار همه. یه جایگشت دیگه اینه که مثلا من سبزه رو بیارم بذارم اول، بعد زرده رو بذارم، بعد آبیه رو بذارم. اینطوری. یه جایگشت اینه اول من آبی رو بذارم، بعد سبز رو بذارم، بعد زرد. اوکی. خب 3 تا جایگشتش رو تونستم بنویسم. خب حالا که من 3 تا جایگشتش رو نوشتم، آیا بازم جایگشت دیگه هست؟ بله هست. از کجا بفهمیم؟ اگر من این شیء متمایز، یعنی شیء هایی که با هم فرق میکنن، بخوام تمام جایگشت هاشون رو به دست بیارم، از کدوم فرمول استفاده کنم؟ خیلی راحت. شما میگی که اگر من این شیء متمایز رو بخوام چیدنشون کنار هم دیگه رو تعدادش رو به دست بیارم، n تاست میگم n فاکتوریال. تموم شد. الان اینجا رو نگاه کن. با زرد شروع کردیم، یک جایگشت دیگه من بکشم. این زرد آبی سبزه، زرد سبز آبی، این جایگشت 4م. اینجا نگاه کن، این سبز زرد آبیه، میگیم سبز آبی زرد. و این آبی سبز زرده. بعدی رو به دست بیاریم، آبی زرد و سبز. اوکی. خب نگاه کن، این سبز زرد آبی، این آبی زرد سبز، دقیقا مثلا برعکس هم دیگه. اوکی. 6 تا حالت به دست اومد. خب چند تا شیء متمایز من داشتم؟ 3 تا توپ بود دیگه. بنویس 3 تا توپ بود دیگه. میگم تعداد کلش میشه 3 فاکتوریال. 3 فاکتوریال میشه 3 ضرب در 2 ضرب در 1 میشه 6 هم اول مشخص. اوکی. خب پس این من حالا حالتش اومدم واسهتون کشیدم اینجا که بدونید که این از کجا میاد. حل. پس شیء ها باید متمایز باشن. تعداد حالتایی که میشه اینا رو کنار هم چید و اون حالت‌ها با هم فرق بکنه بهش میگیم جایگشت. هر جایگشت اینجوریه، مثلا یه دونه اینه، یه دونه اینه، یه دونه. تعداد کلش رو n فاکتوریال به ما میده اگر n شیء متمایز رو بخوایم کنار هم بچینیم. حل n فاکتوریال. خب ما با مفهوم جایگشت اینجا آشنا شدیم. بریم سراغ قسمت بعد. سلام علیکم. دادم اومدش حتی بودا. بفرمایید. سلام بچه‌ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم واسه ادامه. بریم سراغ ادامه. خب سلام. بله. بفرمایید. خب فقط قلم دست شما باشه. این سوال این فصل سخت‌تر شما. به نظر شما تعداد روش‌های چیدن 5 حرف یونانی آلفا، بتا، گاما، دلتا و تتا کنار هم و بدون تکرار، یا به عبارتی تعداد جایگشت‌های 5 شیء متمایز چند است؟ خب اینجوری که اینو شما بهتون گفتی، اینو بگم ببخشید. آقا ما قبلا مثلا 5 تا عدد به ما میگفت رمز بزن غیر تکراری. همونه. اصلا اسم دیگر چیدن چیزهای متمایز به شکل غیر تکراری میشه جایگشت. حالتهای خاص قبلی اومده نامگذاری کرده. الان 5 تاست، ما بخوایم بچینیم اینجوری ضرب می‌کردیم دیگه. 5 تا جایگاه می‌ذاشتیم. ببین اولی چند تا حالت داره؟ 5 تا حرف دیگه. یکی میره بعد تو تونگ 4. آفرین، همون تونگه. 3 2 1 ضرب می‌کنیم میشه یه عددی. اوکی. که الان بهش میگیم 5 فاکتوریال مثل توان. آره الان راحت‌تر ممکن. واقعا مزخرفه این حرکت خیلی چرته. چرا؟ چون واقعا شما نمیتونی همه سوالا رو باید حل کنی. یه جلوتر یه دونه ترتیب و ترکیب آورده، اونم چرته. بهترین روش برای شما که خواستید قوی‌تر یاد بگیرید، حالا تو نهایی ممکنه بگه رابطه چیه. خب حالا من میگم رابطه‌اش چیه. ولی وقتی خواستی بری سوال حرفه‌ای تر کنی، ببین این روشی که هم اول بهتون گفتم از همه بهتره. نه آقا بهترینش اینه. این روش کلی است. از این روش کلی یه سری چیز میز در آوردن. یکیش جایگشته، یکیش ترکیب، یکیش ترتیب. حل. خب این پس این بود. طبق تعریفی که من به بچه‌ها گفتم الان پیش پای شما، گفتم اگه ما بخوایم n تا چیز رو کنار هم بچینیم
n فاکتوریال حالت داره، 5 حرف 5 فاکتوریال حالت داره. خب الان پایینی رو با این حل کنیم. خب کلمات 7 حرفی باشه، بدون تکرار هم باشه، میخوایم هم بچینیم. خب 7 فاکتوریال با همین روش هم میتونستید بچینید. 7 ضرب در 6. آقا جایگاه اول چند تا از اینا 7 حالت داره. دقیقاً شما اینا رو بچه این تعریفا رو مثلا آوردید اینا داشته باشید تو ذهنتون. میتونید جا خالی برای جا خالی صحیح غلط. خب اینجا الان نمونه آورده. این موردی که این بالاست الان من به بچه‌ها توضیح دادم که چه جوری نوشته میشه. مثلا 10 فاکتوریال رو میتونیم بنویسیم چی؟ 10 ضرب در 9 فاکتوریال. 10 ضرب در 9 ضرب در 8 فاکتوریال. هر جا خسته شدیم یا نیاز بود وامیسیم. خب حالا راجع به n چی؟ 8 هم میتونیم خب خردتر بنویسیم. اما مهم n. من n فاکتوریال چجوری میتونم بنویسم؟ بگم n ضرب در n منهای 1 ضرب در n منهای 2 هر جا خسته شدم فاکتوریال بزنم. یه دونه شد کم میشه دیگه، اصلا خیلی تابلوه. یه نکته بگم آقا، قرار داده که شما 0 فاکتوریال را بگیرید 1. این قرار داده. اولین قانونی که بهتون گفتم چیه؟ فاکتوریال رو فقط برای اعداد طبیعی داریم. این یه دونه استثناست. بهتونم میگم چرا 0 فاکتوریال میشه 1. حالا توضیح میدم جلوتر اثباتشو. منتها بدون 0 فاکتوریال میشه 1. خب 0 هم صحیح ببخشید طبیعی نیست، حسابی و صحیح و ایناست. یه دونه استثناست دیگه، شما اینو در ذهنتون داشته باشید. قاعده 0 فاکتوریال برابر با 1. 1 فاکتوریال چنده؟ 1. 2 فاکتوریال 2. 3 فاکتوریال 6. 4 فاکتوریال 24. 5 فاکتوریال 120 و 6 فاکتوریال 720. تا اینجا اوکیه که حفظ باشید دیگه، ادامهش مهم نیست. خب اینجا میگه ساده کن. آقا نگاه کن، اینجا نگاه کن. 5 فاکتوریال تقسیم بر 4 فاکتوریال. من بالایی رو می‌نویسم 5 ضرب در 4 فاکتوریال. 4 فاکتوریال رو با 4 فاکتوریال ساده می‌کنم. با 4 فاکتوریال ساده می‌کنم میشه 5. اینجا 10 فاکتوریال می‌نویسم 10 ضرب در 9 فاکتوریال. 9 فاکتوریال ساده می‌کنم به 10. اینجا چی؟ اینجا ما میتونیم گفت آقا n رو میتونیم بذاریم n در هر جایی خسته شدیم دیگه n در n منهای 1 فاکتوریال. وردا قلمو. آره. n منهای 1 رو با n منهای 1 بزنیم یه n میمونه. پس آقا کلا اگر عدد بالایی یکی بیشتر بود فاکتوریال، جواب میشه چی؟ عدد گنده. 5 فاکتوریال تقسیم 4 فاکتوریال میشه 5. اوکی؟ خب کتاب یعنی از این میخواد یه نتیجه بگیره. همین نتیجه که من دارم بهتون میگم آخرش بگیره. حالا 2 تا اختلاف داریم. 2 تا اختلاف چی میشه؟ من میام اینا الان استثنا می‌نویسم. خب 8 6 فاکتوریال. آها ضرب در 6 فاکتوریال. پایینم 6 فاکتوریال. لطف میکنیم ما به طراح سوال 6 فاکتوریال بشه میشه 8 تا 56 تا. اینجا تا این پایینی ادامه پیدا میکنه. آفرین. اینجا چی؟ اینجا دو عدد اولو برمی‌داریم. 10 و 9 میمونه دیگه. 9 ضرب در 10 8 فاکتوریال با 8 فاکتوریال. اینجا چی؟ اینجا دو تا اول n در n منهای 1 میمونه. در n منهای 2 فاکتوریال که با هم میمونه. الان اینجا همونه یه دونه دوباره میاد پایین. n در n منهای 1 که در n منهای 2 میمونه. n منهای 3 فاکتوریال با هم. یعنی الان برای خ n منهای 1 n منهای 2 n منهای 3 فاکتوریال به روی n منهای 3 فاکتوریال نوشتیم. این رو با فاکتوریالش با این میزنیم. n در n منهای 1 در n منهای 2 میمونه. تمام شد. خیلی ساده دیگه. الان اینجا از 5 به اونور که میره، پس 8 ضرب در 7 ضرب در 6 مونه. یه 5 فاکتوریال اینجا بوده که با این 5 فاکتوریال رفته تموم شد. این برام همینطور 10 ضرب در 9 ضرب در 8. پایین چی؟ پایین شد 4 تایی. نگاه کن. میگه 4 تا باشه چی؟ میگم خب 4 تا باشه n میمونه. n منهای 1 میمونه. n منهای 2 میمونه. n منهای 3 هم میمونه دیگه. n منهای 4 فاکتوریال میره دیگه. برای اینم همینطور. همه اینا میمونن. یه n منهای 4 هم در اینا ضرب میشه و میمونه. n منهای 5 فاکتوریال میره. تا کا باشه چی؟ اون مهمه. اینه که سخت. آره سخت نیستش. این ریاضی نویسی بلد باشید. من اینو برم اینجا. نگاه کن. ما دیدیم که اگر یه دونه فرق داشت n میموند. 2 تا فرق داشت n و n منهای 1. 3 تا فرق داشت n منهای 1 و n منهای 2. یعنی انگار تا n منهای یه دونه قبلش میموند. خب پس من بالا رو میذارم n
n منهای 1 n منهای 2 ضرب میشه میره تا n منهای k به اضافه 1 n منهای k به اضافه 1. این جوابیه که میمونه. در اصلش چی بوده؟ خب بعدی یه دونه کمتر از اینه دیگه n منهای k. ببین n منهای k به اضافه 1 یه دونه بعد n منهای k دیگه. دقیقاً. یه خط میکشیم زیرش پایین n منهای k فاکتوریل. بعد لطف میکنیم اینو با این میزنیم این میشه جواب. شما جای n و k هر چی دلت خواست بذار از این رابطه استفاده. اینو کتاب همینطوری برای دستگرمی گذاشته. خب حالا سراغ جایگشت ها. جایگشت شد حالتهای چیدن. تعداد حالتهای چیدن آرتایی از n شی دیگه n تایی از n شی نیست. ببین ما میومدیم میگفتیم 5 تا مثلا حروف یونانی داریم گریک، خب بعد میخوایم 5 تا بچینیم یعنی از همشو استفاده کنیم. حالا الان میگیم نه مثلا اگه 5 تا داریم میخوام 3 تا ازش بردارم متمایز باشن، به عبارتی تعداد انتخاب‌های آر شی از بین n شی متمایز که در آنها ترتیب قرار گرفتن مهم است. ترتیب قرار گرفتن مهمه، یعنی فرق میکنه آلفا بتا با بتا آلفا. مهمه کی اول. خب مثال هایی که مستقیم بهمون نمیگه ترتیب مهمه چیه. مثلا یه قرعه کشی یه بانک برگزار میکنه 10 نفر اول جایزه میده ولی نه برابر. نفر اول 1 تومن 1 میلیارد، نفر دوم 500 میلیون 200 میلیون همینطوری میاد پایین. شما دوست داری نفر اول چی؟ خب ترتیبش مهمه. یا میخوان مثلا شورای دانش آموزی رو به جای که رأی گیری کنن میخوان انتخاب کنن، یعنی مدیر مدرسه اصلا میخوان انتخاب. اونی که اول انتخاب میشه رئیس. پس ترتیب مهمه. توی یه لیگ فوتبال اگر ما بخوام قهرمانی برامون مهم باشه، مهم اول دوم سوم کیان. فرق میکنه ترتیبشون. یه سری حالتایی هست ولی ترتیب مهم نیست. مثلا یه شرکت 10 تا حسابدار میخواد استخدام کنه. تو دومین حسابدار باشی یا حسابدار دهم. من میخوام به 3 نفر 20 بدم. حالا اولی تو باشی یا سومین نفری باشی که آره، یا مثلا الان قرعه کشی معمولا برابره 50 تا جایزه 50 میلیونی. فرق اصلا نمیگن چندم شدی. اصلا بپرسی هم بگم فرق واسط نمیکنه. خب الان اینجا ترتیب مهمه. ترتیب که مهم بود از چیز استفاده میکنه. مثلا اسمش ترتیب در آنها مهم است. جایگشت آرتایی پی ان آر. همونا رو فرمولاسیون کرده اصطلاحاً. فرمول آره. پی ان آر یعنی چی؟ انتخاب 3 شیء از 5 شیء. فرمولش رو چجوری می‌نویسیم؟ عدد گنده بالا یه دور از هم کم میکنیم اینا رو 5 منهای 3 بگه 2 فاکتوریال تمام. اینجا بود که اون همه خودمون رو تو تمرین قبلی اذیت کردیم که این محاسبات کسری رو یاد بگیریم ولی بود که اینا رو حل کنیم و البته بعدش. اوکی، پس این پی ان آر رو اوکی شد. ترتیب قرار گرفتن مهم باشد. خب مثال یه دونه که تعداد جایگشت‌های 4 تایی از 9 شیء متمایز. خب شما بگو. خب ما میگیم آقا تعداد جایگشت‌های 4 تایی از 9 شیء متمایز. فرمولا که بهمون دادیم گفتی آقا پی ان آر این چنده؟ 9 تا کلشه دیگه 9 میشه پی 9 و 4. خب بالا میشه 9 فاکتوریال، پایین میشه 9 منهای 4 5 فاکتوریال. خب من گفتم چیکار میکنیم؟ میگیم 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 تمام 5 فاکتوریال و 5 فاکتوریال میره دیگه تا لب 5 میاد. 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 ضرب در 5 فاکتوریال تقسیم بر 5 فاکتوریال این با این میره. اینا میشه جواب. بچه‌تون نهایت بنویسید. آره دیگه تابلوئه که اینو باید بنویسید دیگه، ما نگیم. این میشه جواب که حالا ضرب کنید ببینید چقدر میشه. اعداد به دست آمده در مراحل 2 و 3 را با استفاده از فاکتوریال بنویسید. این تمرین آره این تیکش مال یه جا دیگه است. یه سری از تمرینا رو من اتفاقا قبل از که بیام اینجا شما نبودی من برگشتم تمرینای قبلی رو اونایی که فاکتوریال داشت و فاکتوریالی نوشتم. اینو جا اون بذارید دیگه، نخواستم تمرین کتاب خراب شه. کامل آوردم. تعداد جایگشته 3 تایی از n شیء متمایز را به دست آورید به شکل فاکتوریالی بنویسید. دوباره پی
نه چیز هایلایته. به صورت سوال دقت بکن. جایگشت ستایی از n شکل. خب میشه پیه 3 از n. 3 از n. رابطه‌شو می‌نویسیم میشه n فاکتوریال به روی n منهای 3 فاکتوریال. حالا میتونیم که ساده کنیم. باید ساده کنیم. یعنی بالا میشه n منهای 2 n منهای 2 n منهای 3 فاکتوریال. پایینم n منهای 3 فاکتوریال. اینو بزنید و تمام. حالا شما مثلا میتونید این دو تا در هم ضرب کنی، در این n هم ضرب کنی، به عنوان عبارت درجه 3 بنویسید. تمام. خب تعداد جایگشت‌های آرتایی از n شیء متمایز را به دست آورید و آن را با استفاده از فاکتوریال بنویسید. دقیقاً میشه همین فرمول پیه n و r. چی بود؟ n فاکتوریال n منهای r فاکتوریال. تمام. حله؟ اوکیه؟ بله. همه چیز حل. بسیار خوب. یه کار جالبی می‌خوایم بکنیم. ما خودمون، یعنی من خودم حداقل میدونستم که این تمرین میخواد چی بگه. خب میخواست چی بگه؟ تمرین میخواست از نوشتن اینطوری که ما مینوشتیم ما رو برسونه به فاکتوریال. ولی من گفتم فاکتوریال رو بگیم، رابطش هم بگیم، بعد برگردیم ببینیم همونه. نگاه کن 4 تا از 9 تا. آقا 4 تا میخوام. جایگشت وقتی میگی یعنی بدون تکرار. جایگشت میشه انتخاب بدون تکرار. تکرار مجاز نیست. خب برای اولی 9 تا حالا 8 تا 7 تا 6 تا گفتم فرمولی کردیم. آره دیگه. همون شد. بریم سوال جدی حل کنیم. با حروف کلمه جهانگردی و بدون تکرار حروف، یعنی همینجا صحبت راجع به جایگشت و انتخاب و فاکتوریال و ایناست. چند کلمه 8 حرفی کلا میتونیم بنویسیم؟ خود جهانگردی چند کلمه است؟ چند حرفه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تاست. از 8 کلمه چند تا 8 تایی میشه نوشت؟ 8 فاکتوریال. 8 فاکتوریال. چون اینا ترتیبش مهمه. بعد حالا مسئله‌ای که هستش معنی کلمه مهم نیست. شاید واقعا با اینا بشه 3 تا دونه کلمه با معنی نوشت دیگه. با 8 حرف میتونیم 8 فاکتوریال جایگشت ایجاد کنیم. 8 ضرب در 7 ضرب در 6. آره دقیقاً. آقا من برای جایگاه اول 8 تا میذارم، بعد یه دونه‌شو استفاده مثلا ه رو استفاده کردم 7 تا میذارم، 6 تا همینطوری میره، 8 تا هم جایگاه دیگه میشه 8 فاکتوریال. همون صحبتی کردم. n تا چیزو بخوایم n تا ازش جایگشت بگیریم، این جایگشت n تایی از n شی میشه n فاکتوریال. جایگشت 8 تایی از 8 تا حرف میشه 8 فاکتوریال. همون n فاکتوریال. حله؟ چند تا از آنها به یه خط میشه. خواهش میکنم توی این سوال و اون سوال بعدی که از قبل علامت زدم ببینید چی نوشته. جمله هایی که سوال رو دقت کن. تو این فصل صورت سوال آره چند تا از این 8 فاکتوریال که کل حالت هست چند تا به یه خط میشه. اولا وقتی به یه خط میشه یعنی ما یه چیز ثابتی داریم. اون ته کلمه یه دونه یه. این کلمه ختم میشود. یعنی شما هر کاری میخوای بکنی 1 2 3 4 5 6 7 و اینم 8 هر کاری میکنی بکن. اولا یه فارسی از راست به چپ برید رو بذارید. هر کاری میکنی بکن اینجا یه باید باشه. خب اینجا یک حالت داره. خب حالا بقیه رو بچین. حالا از 8 تا یه دونه کم شد میشه 7 ضرب در 6 ضرب در 5. تو هر مرحله یه دونهش میفته. می‌نویسم 3 2 1 میشه فاکتوریال 7 فاکتوریال. یعنی یه دونهشو در یک جا ثابت کنیم یه عدد فاکتوریالش میفته. پس این مهم بودا. گفته ختم شود به یه ختم شود، یعنی یه رو بذارید رده آخر. ختم هم یعنی آخر. شروع شود که مشخصه، ختم شود هم یعنی آخر. خب بریم سراغ بعدی. بخون شما. چند کلمه 8 حرفی میتونیم بنویسیم که یه و د کنار هم باشن. یعنی چی؟ یعنی یه و د اینجوری چسبیده باشه به هم، انگار یه دونه باشه. خب چه ایده‌ای به ذهنت میرسه برای حلش؟ میتونیم یه و د رو بگیریم یه بسته. آفرین. اصلا یه و د رو بگیریم میم.
یه و د رو با هم بگیریم یه بسته. یه بس درسته؟ یه خب. جا بس. یعنی چجوری بگیریمشون؟ یعنی چون اینا باید کنار هم باشن دیگه. یعنی من کلمه حرف ی را و حرف د رو با هم بگیرم یه باکس و این قرار چی باشه؟ آره کنار هم باشه. توی تو هم این 8 تا کنار هم باشن. خب از 7 تا جایگاه نیاز داریم. آفرین. چند تا جایگاه نیاز داریم؟ 7 تا. چرا چون 7 دو تا یکی شد. خب 2 تا یکی شد. چند تا حرف بود؟ 8 تا. 6 تا جایگاه دیگه به غیر از این نمیخوایم؟ چرا؟ با خودش 7 تا. بله. درسته؟ آره. ولی خب حرف مرداد درسته چون شما اونجوری گیج میشید. ما به غیر از این 1 2 چقدر شد؟ 3 4 5 6 6 با خودش 7 تا. یعنی به جای اینکه 8 تا جایگاه داشته باشیم یه عده رو کردیم توی کیسه مثلا توی یه جا، حالا 7 تا داریم. خب این که جاش میتونه بچرخه، یعنی عملا ما 7 تا شی داریم. 7 تا شی. 7 تا شی رو میخوایم بچرخونیم. میشه 7 فاکتوریال. آفرین میشه 7 فاکتوریال. منتها یک نکته ای رو اینجا داریم برای اولین بار میگیم. آقا فرق میکنه در کنار هم بودن این دوتا من ید داشته باشم یا دی. پس هر وقت یه سری چیزایی رو باز جهانگردی یا جهانگرید. جهانگرید. آفرین. هر وقت دو تا چیزو کنار هم، سه تا چیزو کنار هم، 5 تا چیزو که توی یه باکس کردیم، توی باکس هم باید جابجایی‌ها رو حالاتش رو حساب کنیم. توی باکس هم باید جابجایی رو حساب کنیم. چجوری حساب می‌کنیم؟ هر چی تعداد عضو توی باکس بود دوباره فاکتوریال. یه فاکتوریال می‌ذاریم جلوش. چند تا عضو این توه؟ 2 تا. یه 2 فاکتوریال. پس این 7 فاکتوریال در اون 2 فاکتوریال ضرب می‌کنیم. میشه 720 در 2 1440 حالت. حله؟ بسیار خوب. خب بعدی بخون. میگه که چند کلمه 6 حرفی میتوان نوشت. یعنی ما از این 8 تا 6 تاشو میخوایم کار داشته باشیم. میخوایم پس 6 تا کار داشته باشیم. خب یعنی چی؟ یعنی باید از این 8 تا 6 تا کلمه رو برداریم. خب بذار یه کاری بکنیم. اول ببین این شو سوال 1، این بشه 2، این بشه 3. خب ببین من برای 2 اینو نوشتم دیگه. درسته؟ بله. آره. اینا برای 1. خب الان بریم سراغ 3. چند کلمه 6 حرفی میتوان نوشت؟ هر علامت سوال یه سواله. یعنی در نظر داشته باشید الان این تیکه 2 تا سوال مجزاست. چند تا کلمه 6 تایی از 8 تا حرف میشه نوشت؟ اگر بخوایم اینجوری بنویسیم یا بریم فاکتوریال؟ فرق نمی‌کنه. بهتره که این روش خطیه رو ما هی تمرین کنیم. اصلا میگم روش خطی بنویسیم اگه وقتی که زیاد داریم بعد با فرمول چک کنیم خیالمون راحت باشه. آره من 6 تا جایگاه گذاشتم. برای اولی چند تا حالت داریم؟ 8 حالت داریم. بعد 7 6 5 4 3. اینا دارم ضرب می‌کنم. خب حالا نگاه کن من با فرمول برم. به شدت گلابیه. اصلا نگاه کن. پی چی؟ از 8 تا 6 تا بردارم. میشه خب چی؟ میشه پی 8 فاکتوریال 8 منهای 6 2 فاکتوریال. 2 فاکتوریال. اینجا هم میفهمید که 2 و 1 نیست. یه 2 فاکتوریال تو مخرج بوده رفته. اومدن اینو کردن فرمول. تموم شد. این برای 3. من بعید میدونم دوره به این حد کامل ما درباره چیز داشته باشیم. برو بعدی تا مایلو. خب میگه چند تا از آنها به گردی ختم میشه. یعنی اومده تهش رو یه 4 تایی گذاشته میگه این ثابته. چند تاش تهش گردیه؟ تهش گردیه. ببین یعنی گردیه ته ثابته. خب یه 4 تایی ثابته. خب ما پاکش کنیم. بعد تو چیز نه کوچیکش کنیم. بذار یه دقیقه شما بگو. این یه دقیقه این کلمه چیز نیست. ببین گردی خب میگه به یه گردی ختم بشه. 4 تاش که ثابت میشه اون ته. یه جای 4 تایی ثابته. 2 تا جا داریم که میتونه حرفای دیگه باشه که این 4 تا هم نباید باشه. تموم شد. تمام. پیدا کن. خیلی راحته. ته فیکس کرده. اینا هم جابجا نمیتوننشون گردی واقع باشه. اینجا اومده کلمه گردی رو گذاشته اینجا. آخرم هست. یعنی 4 تا حرف دیگر من میتونم بزنم. درسته؟ چند کلمه 6 حرفی 2 تا حرف نمیشه. آره گفته 6 حرفی هست. این دقت به صورت سوال خیلی مهمه. خیلی مهمه. از اون ببین 6 حرف. خب من 4 تاشو که اینجا دارم. چند تا میمونه؟ چند تا میمونه؟ 4 تا مونده دیگه. برای این دوتا برای اولی 4 حالت، برای بعدی 3 حالت. کلا 12 حالت. 12 حالت برای این انتخاب دارم. تمام. درسته. اینم که اینجا فیکسه. 12 تا کلا کلمه میشه درست کرد دیگه. تموم شد.
12 کلمه که به گردی ختم بشن. این هم برای درسته. قسمت این. حله؟ حل. خب اینجا رو با چی میشد رفت دیگه؟ یه چیزی. چرا ما داخل این دیگه 4 فاکتوریال نرفتیم؟ چون گردی ثابته. گفته چند تا از آنها به گردی ختم میشود. نگفته به حروف گرده آفرین. به حروف کلمه جهان نگفته که اینا رو بخوایم فاکتوریال. اینجا وظیفه فاکتوریال داریم. آره، مثلا الان آفرین. میدونیم. آفرین. این گردی آخر به همین شکل فیکسه. ما این تیکه اینجاشو میتونیم چیکار کنیم؟ یعنی این حالتش میشه یک حالت. همین یک حالت. این چی؟ این تیکه رو میتونیم دوباره با فرمول پی انوکا بریم دیگه. میشه 4 فاکتوریال بر روی 4 منهای 2 فاکتوریال 4 ضرب در 3 میمونه دیگه. میخواید بنویسم. مثلا همین بالایی که نوشتیم. ننویسیم بچه‌ها. ولی دیگه ببین اینجا میخوایم 2 تا از 4 تا انتخاب کنیم. پی 4 و 2. 4 فاکتوریال بر 2 فاکتوریال. 4 و 3 میمونه. حله؟ خب حل. اینم از این بخش. اینم کوچیکو ببر اینجا. نه بریم یه صفحه دیگه واقعا دیگه زورکی. این شد چی؟ 3 آخری دیگه. 3 آخری دیگه. این یه ذره اتفاقات آره این دو تا با همه دیگه. این تیکه اولش تیکه دوم. خب اونو بنویس 4 اونجا بی زحمت 4 رو بریم اون صفحه. یه صفحه اضافه کن. چند کلمه 8 حرفی میتوان نوشت که در آن حروف کلمه جهان 4 حرف اول باشه؟ ببین باز دقت کن. اولا کلمه جهان 8 حرفی بود داره؟ 8 حرفی. 8 حرفی. 8 حرفی میگه 4 تا اول حروف کلمه جهان، نه خود کلمه جهان فیکس مثل گردی. حروفش یعنی حروف جیم، هی دو چشم، الف و نون رو بگیر یه باکس و اولم بذار. خب این اومدن این باکسه چند حالت داره؟ یک حالت. یک حالت اومدنش ضرب در 4 تای بعدی رو داریم. درسته؟ برای کلمه بعدی چند حالت داریم؟ 8 حرفی بود 4 تا که رفت 4 اضافه داره 3 اضافه داره 2 اضافه داره 1. تموم شده. 4 3 2 1. یعنی یه 4 فاکتوریال داریم. درسته؟ بله. زد اون یکه میشه 4 فاکتوریال. منتها چون بوده حروف کلمه جهان میتونه باشه چرخش این تو هم مثلا ناهج نهاج اینا هم حسابه. چند تا؟ دوباره همینه مثل همین دیگه. یه 4 فاکتوریال هم اینجا داریم. گفتیم تو هر باکس هر تعداد بود همونقدر فاکتوریال و اینو در کل ضرب میکنیم. یعنی جواب سوال 4 ما میشه 4 میشه فاکتوریال 4 فاکتوریال ضرب در 4 فاکتوریال. تمام شد. خب بریم سوال بعدی. 5 یکم اگر 6 سر بنویسیمش 5 و 6 رو توی یه صفحه بنویسیم خیلی دیگه. خب 5 میگه چند کلمه 8 حرفی میتوان نوشت که در آنها حروف کلمه جهان کنار هم باشن. یعنی چی؟ یعنی همونه اما حرکت هم بکنه. آره خب دیگه جاش اول فیکس نیست. جا به جا. الان میفهمید چی میشه. بعد رو همون حل کنیم. آره اصلا همینجا. صبر کن بزنین من میتونم چیزش کنم. ببرش یکم بالاتر. آره بهتر شد اتفاقا. خوبه این. قسمت بریم بود. آره اینو میشه ورش داشت. آفرین. خب اینا اینجا. الان اومدیم سراغ سوال 5. همین بالایی رو دقت تا کن. اینجا شما اومدیم. حالا میگه این جهانه خودش هم بره بیاد. یعنی میتونه این جهان بیاد اینجا. آفرین. نگاه کن دیگه اون موقع برای تیکه اول یک حالت نداره. در واقع سوال اینطوریه. ببخشید دیگه من بنویسم. جیم ه الف نون خودش 4 فاکتوریال چرخش داره. حالا به جز اینی خودش جزو حرکت کننده هاست. چیا مونده؟ گ مونده، ر مونده، د مونده و ی. یعنی ما برای جایگاه اول 5 تا گزینه داریم که آفرین. یعنی الان اگه من بخوام میگم کلمه 8 حرفی از 5 قسمت تشکیل شده است. تو اون قبلی هم 5 قسمت بود. درسته؟ قسمت اول ولی فیکس بود. گفته بود جهان حروفش بیاد اول. یا مثل اون که گردی بیاد آخر. ما راجع به بقیه‌اش صحبت می‌کردیم. حالا الان میگه جهان با هم باشه ولی بچرخه. حالا که میخواد بچرخه برای اولی 5 تا حالت چیه؟ گ بیاد، ر بیاد، د بیاد، ی بیاد، بسته جهان بیاد. پس همون 5 فاکتوریال رو خودمون دوباره 5 4 3 2 1 5 فاکتوریال. یه 5 فاکتوریال از اینجا به دست میاد. یه 4 فاکتوریال هم که ضرب در اینه عددش به دست میاد. تمام شد. حل عالی. پس چی شد؟
فرق اینه، اینجا گفته بود جهان بیاد اول حروفش، اینجا گفته نه جهان کنار هم باشه. تمام. پس این کلمه ها رو من میگم دقت کنید برای این کن 4 حرف اول باشد، حروف جهان کنار هم باشد، به گردی ختم شود و تو آخری با نقطه دار شروع شود. حالا اینو الان میگم بهتون یه نکته‌ای داره. حله؟ یعنی یه حروف فلان و فلان کنار هم، مثلا یه حروفی قرار کنار هم قرار بگیرن، خب فرق میکنه دیگه. یه مدل سوالایی از بیشتر تو کنکور میاد و معمولا با کلمه‌های انگلیسی میاد که مثلا توش 2 تا دی داره. خب و بعد میاد میگه که این 2 تا دیه هم حرکت بکنن. خب اون موقع ببین ما باید فرق برامون ایجاد بکنه. مثلا اگه یه باکس داشته باشیم جفت چیزایی که توشن عین هم باشن، نمیتونم این دیگه 2 فاکتوریال نداره. نه بگه بغل هم باشن 2 فاکتوریال درون نداره، چون دیدی با دیدی یکیه، فرقی نداره. نمیکنه. حله؟ من این اصلا ندیدم تا تو نهایی هم مطرح بشه. آخری چیه؟ آخریش میگه آقا چند کلمه حشفی میتوانش با حرف نقطه دار شروع شه. خب بریم سراغ 6. خب کلمه چی بود؟ جهانگردی. خب یه دونه ج داریم یه دونه نون داریم. بچه‌ها قطعا اینطوری فکر میکنن. آره دیگه همینه دیگه. جهانگردی ببین نقطه داره ج یه دونه نقطه داره، ه الف نون گ حرف اولش هم گفته گر دیگه. خب 2 تا دیگه. بچه‌ها میگن 2 تا. خب یعنی چی؟ یعنی من اگه بخوام بنویسمش یه دقیقه 8 حرفی گفته بود. بله. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. تمام. خب حالا نکن ما میایم شروع میکنیم گذاشتن حالت. تنها شرط اینه که حرف اول که سمت راست فارسی شروع میشه نقطه داشته باشه. خب جیم بود و نون دیگه، به اینا نقطه دارن دیگه. 2 حالت اونجا فیکس میشه چون تکرار نداریم. یه دونه از اون 2 تا مثلا جیم یا نون انتخاب میشه و مراحل بعدی 7 ضرب در 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 داریم. تمام. میشود 7 فاکتوریل ضرب در 2. درسته؟ میشه 720 ضرب در 2 1440 اگه اشتباه نکنم. بله و بعد میریم سوال بعد. و گن میزنی تو سوال میره. خیلی مخواستم کلمه زشتری بگم چون میگه با اول کلمه کار دارم، شما اینا رو کوچیک بنویس، یعنی جیم ه کوچیک، الف نون کوچیک، گ کوچیک، اینا فرق نمیکنه، ر ی کوچیک نقطه داره. ببین همین خلاقیت است. یعنی سوال میاد میگن خارج کتاب نیست، این خلاقیت رو اگه یه چیزی با ی شروع بشه خب یه نقطه داره، یعنی این میشه 3. برای همین میگه آقا مثال کتاب درسی حل کن. میری کلاس شرکت میکنی، طرف کلی صحبت میکنه راجع به این نکته نمیگه، میری اینم بلدی مفهومو، حتی همکارا میگن عالی هم میگن، اما میری میبینی نمیتونی انجام بدی. چرا؟ چون کامل و جامع نبوده. 1160 اینم مثلا ضرب میگم نگید فلانی ضرب بلد نیست. آره پس چی شد؟ ما اینجا میتونیم جیم بذاریم، نون بذاریم یا ی بذاریم، نقطه دار. حله؟ تمام. حواستون باش. خیلی حساس بود. آره این از اون چیزا بود که بعد امتحان طرف زورش میاد. چی شد؟ آقا در یه لیگ فوتبال 18 تیم قرار دارن. در پایان این لیگ تیم‌های اول تا سوم به چند حالت مختلف می‌شن. توی این لیگ فوتبال فرق می‌کنه اول دوم سوم بودن. بله. آره دیگه، یعنی جام میدن، پول میدن. خب یعنی چی؟ ترتیب مهمه. همون قبل از یه فیلم داریم 18 نفر این بچه‌ها خسته شدن قطعا جا افتاد. 18 فاکتوریل تقسیم بر 18 منهای 3 15 فاکتوریل. شما حتی اینطوری هم تو نهایی ها بنویسید ها. برو مرحله بعد بنویس 15. آره اصلا بنویسید، اصلا اون جوهر خودکارتو بعداً پولدار شدی از مدرکی گرفتی می‌خری. ولی فکر جوهر خودکارت نمیشه. ضرب در 16. ببین منم اینجا دارم می‌نویسم که واقعا نوشتن روی ملال‌آور و سخته. پایین 15 فاکتوریل دو تا با هم میره ضرب اینا 15 ضرب 18 ضرب 17 ضرب 16. بدون اینم میشد. بله میگه آقا 3 تا جایگاه داریم، این برای جایگاه اول 18 تا برای سوم. خب جایگاه اول 18 تا تیم میتونن باشن، یه تیم قهرمان میشه 17 تا یه تیم دیگه. من دو روش دارم حل میکنم. اگه همین مثال رو توی امتحان نهایی بیاد بگه سهمیه میخوام بگیرم برای لیگ قهرمانان، دیگه مهم نیست، هم تیم سوم سهمیه میگیره هم تیم چهارم. آفرین. مثلا میگه 3 تیم قراره 3 تا تیم انتخاب بشن برای مسابقات قاره‌ای.
به سبک ادبیات امتحان نهایی. خب دیگه فرق نمیکنه تو عنوان تیم اول بری تیم دوم تیم سوم که. حالا یه جهتی فرق میکنه، فوتبالی‌ها میدونن مثلا قهرمان میره تو پات ای، آره، ولی حالا به صورت کلی فرقی به اون شکل نمیکنه. بین تعداد کتاب مختلف میخوام 3 کتاب انتخاب کنم در قفسه بچینیم. تعداد حالت‌های مختلف برای این کار 210 حالته. تعداد کتابا چقدر؟ اینو میخواد. از بین یکم اومده دادی کتاب نیای بعد امتحان نهایی بگی نبود تو کتابو. من دارم اینا رو میگم، بعد امتحانم میام کل امتحان نهایی رو با جزوه تطبیق میدم با چیزایی که گفتم. آره تعدادی کتاب، یعنی نمیدونیم چقدر، 3 تا میخوایم انتخاب کنیم، شده 210 حالت بخواد بچینه تو قفسه. خب اینجا فرق میکنه کتابا، مثلا اول فیزیک باشه، بعد ریاضی باشه، بعد مثلا کتاب عزیز شیمی، یا مثلا اول شیمی باشه. این ترتیبشون فرق میکنه دیگه. خب میگه من پی، میگم باید سوالا رو ببینم، پی ان و 3 را حساب کردم شده 210. بگو ان چنده؟ اینو بچه‌ها ببینید، اینو ببینید، اینو ببینید، این مدل معادله حل کردن رو ببینید. نمیخوام بری درجه سر کنی، خیلی مهمه. پی ان و 3 میشه چی آقا؟ بالا ان فاکتوریال، پایین n منهای 3 فاکتوریال. خب من این معادله فاکتوریالی چجوری حل کنم؟ 210 وضع در n منهای 3 فاکتوریال می‌کنی مساوی n فاکتوریال. بعد نمیتونی حل کنی. برگر مچاله می‌کنی و راهی آقا هر موقع تو ریاضی گیر کردی بعد بازش کنی. آره بازش کن، اصلا گیر کردی گیرم نکردی باید بازش کنی. فصل معادله رو بچه‌ها دیدن دیگه. ما از این کارا نمی‌کنیم. ببین من این اگه موفق بشم، نمیتونم موفق بشم. ولش کن، اونجا نیست. این جلسه داره اذیت میکنه. خب نگاه کن. از این چی میموند؟ گفتم اندازه این عدد بالایی میمونه دیگه، یعنی اینه n منهای 1 n منهای 2 n منهای 3 فاکتوریال تقسیم بر. اینو باید بنویسید تو نهایی ها دوستان عزیز. این مساوی بود با همین پی فلان، اینا رو بنویسید. مساوی شده با 210. اینو با این ساده میکنیم. چیزی که میمونه چیه؟ میمونه n منهای 1 در n منهای 2 مساوی با 200. حالا اینو چجوری حل میکنیم؟ اینو ضرب میکنیم ماده درجه. آره دیگه، میگیم که این که جمله مشترکه، میشه n2 منهای 3n در منهای به اضافه 6 یه n هم ضرب بکنیم میشه n به توان 3 و ماده درجه 3 میتونی حل کنی مگه آخه؟ اصلا مگه میشه حل کرد ماده درجه 3 رو؟ نه اصلا نمیشه حل. ماده درجه 3 راه حل نداره، باید حدس به بعد 210 باید بریم اینور. اگه اینجا 0 بود خب حل می‌کردیم. 210 بود از این کم میشه. اصلا این فاجعه چیکار می‌کنیم؟ از این ممکنه سوال بدن. فکر می‌کنیم. نه فکر نکنم، گوش می‌کنیم. عدد اون برو. من یه نکته بهتون بگم. معادله فاکتوریال رو جدا شوخی اینطوری حل میشه. همواره یه سری عدد پشت هم تو هم ضرب میشن. مثلا این 10 این 9 این 8 پشت هم دیگه. ما می‌بینیم بنده خدا رو تجزیه می‌کنیم. تجزیه درختی. 210 مثلا بگیم چی 3 و 70. بعد 70 هم تجزیه می‌کنیم به 10 و 7. 10 هم میگیم 2 و 5. خب نگاه کن. میگردیم 3 تا عدد پشت هم. 7 5 و 2 3 تا. این دو و این آره میشه 6. یعنی چی شد؟ یعنی عددی که به دست آوردیم رو حالا کوچیک به بزرگ مرتب می‌کنیم دیگه. 7 ضرب در 6 ضرب در 7 در 6 در 5 ضرب کنیم می‌بینید دیگه 5 6 تا 30 تا. خب ما چی می‌خوایم آقا؟ ما اینو می‌خوایم. این 7. تمام. 7 کتاب. دیدی این حل معادلشه. معادله‌های فاکتوریال اینطوری حل میشه. میگردیم عدد پیدا می‌کنیم و راحت هم پیدا می‌کنیم. خیلی سخت نیست. راحت هم پیدا. تجزیه می‌کنیم برسیم به عدد اول و فکرم نمی‌کنم من به شخصی که بیشتر از 3 تا بده. مثلا 4 تا بردارم اونجا بده خیلی یکم سخت‌تر میشه. ولی بعید می‌دونم این کارو بکنم. خب بفرمایید. میگه در یک نوع ماشین حساب کوچک که دارای 20 کلیده برای انجام یک دستور خاص باید 3 کلید مشخص با ترتیبی مشخص داده شه. ترتیبی مشخص میشد چی؟ همین فرمول پی ان آر. اگر فردی نداند 3 کلید مورد نظر کدام آن بخواهد به طور تصادفی این کار رو انجام داد و فشردن هر 3 کلید 2 ثانیه زمان ببره، این فرد حد اکثر در چه زمانی میتواند دستور مورد نظر اجرا کند؟ آقا همون رو پرسیده دیگه. ببین منظور سوال اینه. شما مثلا یه نرم افزاری رو باز می‌کنی. هر نرم افزار یه سری شورتکات داره.
مثلا کنترل و مثلا آلت و فلان دکمه رو میزنی یه پنجره جدیدی باز میشه، آلتوش اس و ال مثلا میزنی شیتت راستچین چپچین میشه مثلا. خب یه بنده خدایی میخواد این کارو بکنه، نمیدونه چیا رو بزنه و این مثلا ماشین حسابش 20 دکمه داره، فرض بر اینو نمیدونه و در بدترین حالت یعنی اینکه حساب کنید چند تا حالت ممکنه این طرف بزنه، اوکی، و آخریش درست میشه و میگه هر 3 کلید یعنی هر دفعه امتحانش 2 ثانیه طول بکشه کافیه ما تعداد حالات در 2 ثانیه ضرب کنیم. خب ببینیم چند تاست. 3 تا مگه نیست؟ اصلا ما اول اینا بشه. آقا برای اینکه بزنه از چپ دیگه، برای اینکه بزنه چی باید بزنه؟ برای اولی چند تا حالت داره؟ برای اولی 20 حالت. 20 حالت. بعد یه دونه رو زده دیگه. چند تا حالت داره؟ 19 حالت. دیگه 18 حالت. تمام شد. کارو دش بگیر. فرمولش رو بنویسم؟ فرمولش. فرمول خاص. آقا میگی پی از 20 چند تا؟ 3 تا. 3 تا. خب خیلی راحت شد دیگه. میشه بالا 20 فاکتوریه. پایینم 17 فاکتوریه. 17 فاکتوریه 20 منهای 3 فاکتوریه. 17 چی میمونه؟ 17 فاکتوریه بالا میره. همین بالا میمونه. 20 ضرب در 19 ضرب در 16. حالا هر 3 کلید 2 ثانیه اینو ضرب در 2 میکنید. یعنی درشتی میشه دیگه. ضرب در 2 میکنید. تمام. به ترتیبی مشابه دارم صورت سوال میخونم این نکته‌ای نداشته باشه ها. در یک نوع ماشین حساب کوچک که دارای 20 کلید است برای انجام یک دستور خاص باید 3 کلید مشخص با ترتیبی مشخص. خب این سوال یه مقدار گنگه و تو تا نهایت توضیح بهتری میدن. یعنی چی؟ چون ممکنه بگی آقا آره ممکنه آفرین ممکنه من کنترل بزنم. اگه اونطوری بود دیگه این فرمول کاربردی نداره. سوال تا نهایت اصلا آره توضیح میدن. میشه 20 ضرب در 20 ضرب در 20. بعد ضرب در 2 میشه. یه بچه‌ها میدونن هر جوری باشه. آره یعنی این برای کیه؟ این برای موقعیه که بتونیم کلیدها رو تکرار داشته باشیم. هر وقت همچین اتفاق نمیفته. چون دستورای توی کامپیوتر کلیدها متفاوت باید زده بشن. شما مثلا برای اینکه اینو درک کنید حالا الان که در امتحان نهایی دارید می‌بینید که نه، ولی اگه مثلا با فراغ بال دارید می‌بینید برو تو اکسل آلت رو نگه دار. خودشون بالا مثلا پنجره‌های مختلفو میاره تو بزنی. مثلا ایکس رو میزنی پنجره جدید وا میشه دیگه ایکس رو نمیتونی بزنی، حروف دیگر رو میگه بزن. مرحله‌ای کارها برای همین اصل ضربه اگر میشد کلیدها رو تکرار کرد این حالت، ولی اگر نه ترتیب داشت چون میگه ترتیبی مشخص و 3 کلید مشخص به این نزدیک‌تره. قطعاً چون هم مال این تیکه است حالا اینجا آره دیگه. خب این سوالی بود که ما اول علامت زدم با حروف کلمه گلپیرا و بدون تکرار حروف. بدون تکرار باز همون جایگشت تو همین انتخاب. چند کلمه 6 حرفی میتوان نوشت؟ 6 فاکتوریه دیگه گول نمی‌نویسیم. ببین نکته‌ای که هست اینه ها عدد فلان کلمه بهمان اینا چون فرق میکنه که من واقعا گل پیرا بنویسم یا لوگ آرپی، خب خودکار توی نوشتن کلمه ترتیب هر حرف مهمه. به خاطر همین سوالی که اینطوری میاد و ما میریم سراغ اون که ترتیبش مهمه. حله اینم پیش فرض یعنی اینه تو ذهنتون داشته باشید تو کلمه خب مهمه دیگه، من اول کدوم مگه بگه که مهم نیست. وقتی هم میگه بدون تکرار حروف دیگه ما رو سراغ جایگشت ها و همون فرمول پی مساوی فلان. خب الف باشه چند تا از آنها با گل شروع میشه. اول چند کلمه 6 حرفی رو بگیم 6 فاکتوریه. تمام. از انتایی بچینیم ان فاکتوریه. خب چند تاش با گل شروع میشه. گل یه جعبه. همین که من نوشتم نگاه کن. گل رو میگیریم یه جعبه، جاش هم فیکسه. همون اوله. یعنی ثابته. جاش همینجا ثابته. یعنی اگر من بخوام اینا رو به صورت خط اینجوری بنویسم تعداد حالتش میشه یک حالت و خود گل. نکته بعدی کلمه گله. یعنی نمیتونیم لوگ بنویسیم، جابجا نمیتونیم کنیم، 2 فاکتوریال نداره. ما از این با همین حرفا میگذریم. میریم سراغ بعدی. چند تا مونده؟ گل رو حذف کنیم 4 تا مونده. 4 تا جا میذاریم و عددا رو پر می‌کنیم. برای بعدی چند حالت داریم؟ 4 حالت. یا پ یا ی ر یا الف. تو هر مرحله هم یه دونه حذف می‌کنیم 4 فاکتوریال تمام. دقت بکنید تعداد اینا که یه شرط اومد از تعداد کل کمتر شد. همینو بر تو فصل 7
میگه احتمال این که یه کلمه ای رو بتونیم در بیاریم که با گل شروع بشه چقدره؟ میگه 4 فاکتوریال بر 6 فاکتوریال. تعداد مطلوب به کل. حالا اونا رو به موقعش کار کن. خب من اینو تا برمی‌دارم، شما برو سوال بعد. سوال بعد، چند کلمه 4 حرفی میتوان نوشت؟ آقا 4 تا از 6 تا میخوایم دیگه. پی 4 از 6 یعنی بالا 6 فاکتوریال بدون قلم، بالا 6 فاکتوریال، پایین 6 منهای 4 فاکتوریال میشه 2 فاکتوریال. 2 فاکتوریال با 2 فاکتوریال بالا میره میشه 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3. بله حل کنیم. ببین درست گفتم آیا؟ بله احتمالاً من درگیر دوستم بودم. الف. خب ب چی شد؟ الف بخش 2 بود دیگه. بریم سراغ ب. تو ب میگه چی؟ چند کلمه 4 حرفی. شما چی گفتی؟ گفتی پی ان و آر هم که گفته بود پی 6 و 4. خب پی 6 و 4 چی میشه؟ گفتم که 6 فاکتوریال بر 6 منهای 4 فاکتوریال. 6 فاکتوریال بر 6 منهای 4 فاکتوریال. میشه چقدر؟ 6 فاکتوریال بر 2 فاکتوریال میشه 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3. تمام. 6 فاکتوریال بر 6 هم 2 فاکتوریال. 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3. حله؟ حله. تمام. خب پ. چند کلمه 6 حرفی میتوان نوشت که در اون 2 حرف پ و ر در کنار هم اومده باشن؟ پ و ر یعنی دوباره یه باکس. هر باشد یه بار رپ باشد. ما این دوتا رو میگیریم یه باکس، عین هم حل کردیم دیگه. الان پ رو دقت کنید، من یه باکس میگیرم و توی این باکس خودم کلمه پ یعنی حرف پ و ر رو میذارم. خب چون گفته در کنار هم اومده باشه، جا براش تعیین نکرده، این خودش جزء چرخنده های داستان. یعنی اینو این و اون 4 تایی که باقی مونده چی مونده؟ یه گ مونده، یه ل مونده، یه ی مونده، یه الف. چند تا؟ 5 تا. خودش هم اندازه خودش میچرخه 2 2 فاکتوریال. فاکتوریال میشه 5 فاکتوریال ضرب در 2 فاکتوریال. 5 فاکتوریال میشه 120 در 2 240. تمام. اصلا حل نکنید واقعا ناراحت میشن. دیدم قسم میگم. چند کلمه 4 حرفی میتوان نوشت در آنها پر در کنار هم باشن؟ عین همینه جا فرقش در کمتره. اینه. این پر اینجا فیکس نیست، میچرخه. جای این 4 تا ما 2 تا جایگاه دیگه داریم که برای این 4 تا میتونیم بذاریم برای اون 3 تا. تمام شد. 4 در 3 در 2 تا هم همین. این 2 فاکتوریال هم این داره. خب اینم باید بچرخه با اینا دیگه، درسته؟ بله. اینم باید با اینا بچرخه. یعنی ما یه 3 فاکتوریال چرخش داریم، کل اینا با هم بچرخه. یه 2 فاکتوریال چرخش خود پر رو داریم در یه 12. دقیقاً. حله؟ پس این قراره با اینا بچرخه. یه 3 فاکتوریال پس کلا داریم. حالا اینی که قراره اینجا بچرخه 4 تا چیز مختلف میتونه باشه. چیا میتونه باشه؟ چیه بشه؟ دقیقاً گیر کرده. نه دقیقاً واسه یه بار دیگه اشکال. خب اصلا این اسکلم بعد رفتم اولی شد. چی شد رفتیم؟ چند کدومو داریم حل می‌کنیم؟ اینو دیگه ترم. کلمه 4 حرفی می‌خواد. خب اینو این که 2 حرفشه. گفته این کجا بیاد؟ نه. گفته کنار هم بیاد. پس این میتونه بچرخه. خب یکی اینه، یکی 2 تا حرف دیگه که داریم. 2 تا حرف دیگه که داره. نه نمیذاریم کنار. نه نمیذاریم کنار. این خودش قراره تو کلمه بیاد. خب این وقتی قراره تو کلمه بیاد خودش جای 2 تا حرفو میگیره. یک حرف اینه، یک حرف هم این. شد 4 حرف. درسته؟ حالا نگاه کن. خود این 2 فاکتوریال میچرخه. پر بیاد یا رفع بیاد. حالا این 3 تا با هم 3 فاکتوریال میچرخن چون این پر جاش فیکس نیستش. 3 فاکتوریال میچرخه. خود اینا چی میتونن باشن که با اینا بچرخن؟ این میتونه گ، ل، الف و ی باشه اگه حالا جابجا نگم. و اگه دونش بره یکم بده اینجا دیگه. یه 12 هم اینجا داره. 6 ضرب در 2 12 12 در 12 144. تموم شد. کلمه کوچیکی در میاد. حالا چند کلمه 5 حرفی میتوان نوشت که کلمه پیرا کنار هم قرار گرفته باشه؟ همون چرخش داخل ده پیرا رو یه باکس میگیریم. پیرا رو میگیریم یه باکس، این تو پیراه با 4 فاکتوریال خودش چرخش داره. یه کلمه دیگه هم قراره اینجا باشه. الان روی این مثال اتفاقا بهتر متوجه میشم قبلیو. یه کلمه دیگه هم قراره اینجا باشه از بین کلمه گ و ل. یعنی 2 حالت اینجا داریم. حالا اول گ باشه بعد پیرا، یا اول پیرا باشه بعد گ. 2 حالت هم اینجا. یه 2 حالت هم یه 2 فاکتوریال هم اینجا داریم. یعنی یه 2 فاکتوریال داریم، یه 2 داریم، یه 4 فاکتوریال. هر چی بود برام ضرب کنید آقا.
یعنی شما اینا دارن ضرب می‌کنن نهایتا یارو طرح نگاه می‌کنه مصحح میگه این 3 فاکتوریال از کجا بود؟ اضافه نوشته، کم که ننوشته، خط میزنه ادامه بقیه‌شو به نمره میده. اینم از این سوال خیلی مهم. به هر انتخاب آر شیئی از ان شیء متمایز که ترتیب اهمیت نداشته باشد، همون جایزه دادن مساوی به بانک. آفرین، بهش میگیم چی؟ ترکیب. اوکی، اون ترتیب بود، این ترکیب با سینشونش میدیم کامبینیشن، ترکیب در انگلیسی. و دیگه به جای اینکه پی فلان بنویسیم توی یه دونه پرانتز درازتر بالا عدد گنده پایین عدد کوچیکه. رابطه‌اش چیه؟ همون رابطه قبلیه، ان فاکتوریال، پایین ان منهای حالا آر فاکتوریال در آر فاکتوریال. همونی که کم شده رو یه بار این جلو می‌نویسیم دیگه، ساده است. آره. یه سوال جالب می‌خوام اتفاقا بپرسم. الان مثلا 5 و 2 چی میشه؟ 5 فاکتوریال 5 منهای 2 3 فاکتوریال در خود 2 فاکتوریال. حالا یه سوال، با دو عدد مساوی به ما بگن سی 52 پی 52 کدوم بزرگتر؟ قطعاً به نظر من باید کدوم بزرگتر باشه؟ باید پی 52 بزرگتر باشه. یعنی شما میگی این من بزرگتر باشه. چرا؟ برای اینکه ما تو پی 52 و سی 52 جفتش که توی صورت 5 فاکتوریال رو داریم، مخرجش هم که نمونه فاکتوریال رو داریم. آفرین، اونی کوچیک‌تره که مخرج بزرگتری داشته باشه. کدوم مخرج بزرگتری داره؟ این سیه. ببین فرمول سی که اینجا ما داریم همون فرمول پیه تو مخرج چه چیز اضافه. اینو بچه‌ها تو امتحان نهایی حواسشون باشه. ترکیب با اون فصلی که این اضافه است. داشتیم چنین چیزی رو. این اضافه است. اینو من الان گفتم شما تو ذهنتون داشته باشید که اگر n و r یعنی تعداد کل و اون تعداد اعضا متفاوت باشند و چیز باشه با هم ثابت باشن، یعنی در دوتا، اگر از تعداد انتخاب و ترتیب، یعنی ترتیب و ترکیب ازمون پرسید، طبیعتاً اونی که مخرج این کوچیک‌تره. آره دیگه، اون که آر داره تو مخرجش کوچیک‌تره. اینم از اینم در نظر داشته باشید که آری که این پایینه طبیعتاً باید از n کوچیک‌تر باشه دیگه. این شرط من نمیتونیم از مثلا 6 تا چیز 7 تا چیز انتخاب کنیم که منطقی نیست. این نماد نمایشش و فرمولش هم آورده اینجا. خب چیزی که اون ور داشتیم تو ترتیب خیلی مهم بود، حروف و اینا بود. حالا به نظر شما برای ترکیب که ترتیبش مهم نیست، خب چی داریم؟ برای ترکیب ترتیب بخوام انتخاب از ریاضی بگیم چند تا عدد از داخل یه کیسه بکشیم بیرون. فرقی نداره که 2 اومد و 3 اومد. حالا 2 اومد یا 3 اومد. این تو کجا نمود داره در ریاضی؟ در مجموعه. تعداد زیر مجموعه ها رو بخوایم مشخص کنیم فرقی نمیکنه زیر مجموعه 1 2 3 باشه یا 3 2 1 باشه، مجموعه با هم برابره. عضوها رو چک می‌کنیم. پس اینجا تیپیکالش اینه. مثال، از میان 6 کتاب مختلف به چند طریق میتوانیم 4 کتاب رو در یک قفسه بچینیم؟ فرقی نداره چجوری بچینیم. یعنی ما می‌خوایم از 4 تا 6 تا برداریم. اتفاقا فرق میکنه کدوما رو برداریم بچینیم. ببین میگه از میان 6 کتاب مختلف، یعنی کتابا با هم فرق میکنن. به چند طریق 4 کتاب رو توی قفسه میچینیم؟ خب فرق میکنه. 4 کتابی که فرق میکنن اول فیزیک باشه، ریاضی باشه، شیمی باشه یا بعد مثلا هندسه. اوکی، پس این نکته رو حالا چون سوال اومده بعد ترکیب، از ترکیبه که نداریم که حالا مرداد کمک میکنه به ما، خودش از سلاطین این بحث ایجاد تماس. آره دیگه یه کار نکن فکر کنن چیزه دیگه یه حدی. آره رتبه است بابا. خب به چند طریق 4 کتاب بچینیم؟ همون چیز دیگه، اون قدیمی است. 6 فاکتوریال رو 2 فاکتوریال چقدر میشه؟ یه عددی 6 فاکتوریال شد 120 تقسیم بر 2 60. 60 حله؟ یا درست نیست؟ 5 فاکتوریال 120. آفرین. 720 تقسیم بر 2 360. تو امتحان حواستون باشه. یه سری گذاشتم دیدی. آره حافظتون زیاد اعتماد نکنید تو امتحان. حالا به چند طریق میتوانیم 4 کتاب بدیم برای هدیه؟ دیگه تو هدیه بستگی داره طرف کاغذ کادو رو کدوم طرف جر بده که به هدیه ها برسه دیگه. چون معمولا یه عملیاتی انجام میدن برای پاره کردن کاغذ. حالا یه سری آدم که خب خیلی مرتب اونا رو کار نداریم، ولی من خودم هدیه دریافت میکنم
بعد هدیه فرقی نداره که اسب دندون پیشکشی. نه حالا اصلا مهم نیست تو هدیه اول من ریاضی رو چیدم یا فیزیکو. دقیقاً 4 تاش مال اون طرف دیگه. تو این چی کار میکنیم؟ تو این میگیم 6 فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل در 4 فاکتوریل. حالا اینا رو میخوایم حل کنیم با آموزه های قبلی. گنده ها رو انتخاب کنید از بالای حذف کنید دیگه. یعنی بگید 6 ضرب در 5 ضرب در 4 فاکتوریل به روی 4 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل. این بنده خدا رو با این بنده خدا بزنید، 2 فاکتوریل رو 2 با 6 بزنید 3 5 تا 15. طبیعتا کمتر شد. دقیقاً همون چیزی که من گفتم کتاب تو مسئله گفته و میتونه تو نهایی جا خالی بده. اولی از سوال 1 پی 6 و 4 بود. دومی سی 6 و 4. سی 6 و 4. کدوم بیشتر شد؟ پی. چرا؟ چون تو مخرج سی ما یه چیز اضافه داریم که از غذا خیلی هم درشته. حله اسلاید بعد من دوباره اینو بنویسم. 2 بزرگتر از 2 کوچکتر از 1. خب این هم هست. یه دونه دیگه مثال آوردیم که این ترکیبم جمع کنیم فکر کنم مثال آخر. و دیگه فصل ترکیبیات تمام. در یک دوره مسابقات کشتی از بین 4 داور ایرانی 3 داور ژاپنی و 2 داور روسی، این سرش بذار چیز بکنه با این پرتره. خب قرار کمیته داوران تشکیل بدیم. به چند طریق میتونیم بکنیم. خب کمیته 4 نفره باشه. ببین اصلا فرقی نمیکنه که تو این کمیته، ببین کمیته داوری مثل داور فوتبال نیستش که مثلا داور اول با کمک داور فرق کنه، که داور کشتی میشینن تو کمیته اون بیرونن رای نگاه میکنن چون یه مقام دارن دیگه. خب نگاه کن، این ترتیبش مهم نیست. فرق نیست اولم داور ایرانی انتخاب شه یا روسی، اول روسی بعد ایرانی. میگه کمیته 4 نفره باشه. اولا کلشون چند تا؟ 4 علاوه 3 و علاوه 2 میشه 9 تا. 9 تا. یعنی سرجم 9 تا. تو این مسئله n 9 معمولا، حالا مگر حالت خاص بشه. حالا ما می‌خوایم یه ترکیب 4 تایی یعنی 9 تا برداریم. خب دیگه میشه 4 از 9. آره 34 و 9 یعنی اینطوری بنویسید. 9 فاکتوریل با 9 منهای 4 فاکتوریل 5 فاکتوریل در 4 فاکتوریل. خب 5 فاکتوریل رو بالایی بزنید میشه 9 ضرب در 8 ضرب در 7 ضرب در 6 با 5 فاکتوریل رفت یه 4 فاکتوریل پایین میمونه که میشه باز ساده ترش. باز میشه ساده ترش. چجوری ساده ترش کنیم؟ 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 1 که بگیریم 4 و 2 با این 8 میره، یه 3 مونه با این 6 میره، یه 2 میمونه، میشه 9 ضرب در 7 ضرب در 2. 9 ضرب در 7 میشه چقدر؟ 63 ضرب در 2 126. خب این است. 2 کمیته 3 نفره باشد و از هر یک از 3 کشور 1 نفر در کمیته باشد. یعنی یه دونه از این 4 تایی برمی‌داریم، یه دونه از این 3 تایی، یه دونه از این 2 تایی. مورد جدید تقریبا برای بچه‌ها. ما این حالت‌ها رو می‌ریزیم در هم ضرب می‌کنیم دیگه. اوکی، اینا باید اصل ضربه. چرا؟ 1 نفر از ایرانی‌ها و 1 نفر از ژاپنی‌ها و 1 نفر از روس‌ها. خب نشون رو باید بالا بنویسیم. من میگیرم ایران، چی شده؟ ژاپن، روسیه. مشکلیه؟ چرا جمع نمی‌کنیم؟ چرا جمع کنیم؟ اینا چرا با هم جمع نمی‌کنیم؟ چرا باید جمع کنیم؟ میگیم آقا 4 تا داور ایرانی، بعدش میریم سراغ 3 تا داور ژاپنی، بعدش میریم سراغ 2 تا داور روسی. قرار مگه نیستش ما یه ترکیبی بسازیم؟ چرا؟ درست. خب این ترکیب مثلا فکر کن از ایران محمد رضا و حسن اومدن با علی. ما علی رو انتخاب کردیم به تعداد حالتی. اوکی، خب علی که انتخاب شد، داور بعدی کی باید باشه از داور ژاپنی؟ 3 نفر اسمشون باشه. مثلا یعنی لی مثلا. اینو این دقیقاً خب اینجوری. درسته؟ و داور روسی هم باز 2 تا، یعنی تو 2 تا. هر مرحله هم 2 تا. خب الان تو وقتی میگی نمودار جمع. اینطوری شد یعنی ضرب هستن. آره دیگه ضرب دیگه. حالا ممکنه شما بگید من که تعداد حالت‌ها رو دارم تو اینجا حساب میکنم، چرا باز ضرب کنم؟ اینم مسئله یه دیگه. نه این HDMI من نگران اینم یه قطعی. نه قد نمیشه. الان باید فکر بکنیم ببینیم چی کارش کنیم واقعا.
یعنی الان من واقعا واسه خودم سوال پیش اومد از اینو. الان ما اینا رو با هم جمع کنیم و در هم ضرب کنیم. شما استدلال برای جمع کردن چیه؟ استدلالی نداری، نه همینطوری فقط خواستید اصلا من رو بره. خب دقت کنید، نگاه کن. من یه چیزی بهتون بگم، بذار اینو پاک کنم اول اینجا. دقت کنید. خب ببین، بذار اول اینا رو حساب کنیم با هم. داخل هر کدوم اینا رو بریم. به هر حال اینا رو بنویسیم، حالا بعد ببینیم چیکارش می‌کنیم. چی بودش؟ ایرانیه 4 تا بودن، ژاپنیه 3 تا، روسیه 2 تا. درسته؟ خب یه دونه از هر کدوم قراره انتخاب. میرم رو همون فرموله 4 بر روی 3 ضرب در 1 دوباره 3 بر روی 1 ضرب در 2. جوابش چی میشه؟ انتخاب یک از هر چیزی میشه خودش. انتخاب یک از هر چیزی میشه خودش. فرمولش هم بنویسم، من همین می‌نویسم. درسته؟ بله. اگر اینا رو در هم ضرب کنیم میشه 24 حالت. اگر اینا رو با هم جمع کنیم میشه 9 حالت. خب حالا ما باید برگردیم به صحبت‌هایی که قبلا کردیم. این دقیقاً سوالی که کرد باعث میشه که حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باعث میشه ما برگردیم اون تعریف‌های اول درباره اصل جمع و اصل ضرب که صحبت می‌کردیم. قرار شد اگر انتخاب یک چیزی مرحله‌ای باشد از ضرب استفاده کنیم. یعنی وقتی ما میخوایم یک کمیته 3 نفره انتخاب کنیم، نفر اول و نفر دوم و نفر سوم، لذا این چرت و پرتو ننویسید. خیلی شاید برای خیلیاتون واضح باشه. اینجا گیر کنم. آره ما اینو گفتیم چون معمولا پیش میاد سر جلسه یهو واقعا ذهنت جمع کنم یا ضرب کنم. برو سراغ اصلی که اول من بهتون گفتم. این از این سوال. اینم در واقع نکته که آقا هر انتخابی یک از یه چیزی میشه خودش. مثلا نگاه کن میشه 4 فاکتوریل به روی 3 فاکتوریل در 1 فاکتوریل. خب این با این یه 4 میمونه دیگه. درسته؟ خب کمیته 5 نفره باشد و دقیقاً 2 داور ایرانی داشته باشد. یعنی 2 تا از 4 تا ور داره و 3 تا از 5 تایی که با آفرین. نه دیگه کمیته چند؟ کمیته 5 نفره. 2 تا از اینجا بردار کن. دقت کن. 2 تا از عزیزان هموطن ما برداشت از ایرانی ها. درسته؟ خب چند تا دیگه میخواد برای 5 نفر؟ 3 تا میخواد. میتونه از کشورهای دیگه برداره دیگه. 3 تا ژاپنی داریم، 2 تا روسی، میشه 5 تا. تموم شد. بازم ضربه دیگه چون باید و بذاریم دیگه. انتخاب 2 از 4 چقدر میشه؟ 4 فاکتوریل بر 2 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل. 4 فاکتوریل بر 2 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل. یه 2 فاکتوریل رو با 4 میزنیم. دوباره یعنی این 2 هم با 4 میزنیم میشه 6. 4 فاکتوریل میشه 4 ضرب در 3 ضرب در 2 دیگه. 2 4. بله. من یه چیزی هم یه راه حلی هم بهتون بگم. برای حساب کردن این ترکیبا دقت کنید به این مورد. بیشتر رو درد کنکور میخواد. ولی برای اینکه چک نویس راحت به دست بیاد، مثلا من اولا چند تا نکته بگم. مثلا انتخاب 2 از 10 میخوایم حساب کنیم. شما اندازه عدد پایینی از بالایی و پایینی بردار. اینو حساب کن. میشه چند؟ 45. حله؟ خب حالا یه موقع میگی که اگر اینطوری بود چی؟ 8 تا بنویسم؟ نه. بچه همیشه توی ترکیب شما یه عددی که با این عدد پایینی جمعش بشه بالایی رو میتونی بذاری اینجا و خود بالایی رو میشه همون. یعنی جای انتخاب 8 از 10 ترکیب 8 از 10 ترکیب 2 از 10 انتخاب حساب میکنیم. خب بریم سراغ سوال. این چند شد؟ شد 6. ضرب در 5 از 3 میشه چقدر؟ 5 فاکتوریل 3 فاکتوریل ضرب در 2 فاکتوریل. خب ما اندازه پایینی یا ببین من اینجوری می‌نویسم میگم 5 از 3 با 5 از 2 برابره 5 از 2 میشه 10 60. اما حالا چرا 5 از 2 میشه 10؟ چون 5 ضرب در 4 2 ضرب در 1 میره. حفظ بودم من اینو 5 2 از 5 حفظ بشه 10 میشه.
این شد 60. کدوم بود؟ این بود. این شد 60. کمیته 5 نفره باشد حداقل 3 داور ایرانی داشته باشد. خب من یه نکته بگم. 2 تا کلمه جدید اینجا داریم. 3 تا کلمه مهم داریم اینجا. من دیگه اینجا چه هایلایتی نزدیم؟ آبی. نگاه کن. کلمه دقیقاً، حداقل، و حالا تو این مثال حد اکثر نداره، حد اکثر هم ببین اگه سوال زیاد حل کرده باشن بچه‌ها ذهنشون سریع میره. ببین حداقل 3 داور ایرانی، یعنی یا 3 داور یا 4 داور یا 5 داور یا 5. 2 تا چیز به دست میاریم با هم جمعش میکنیم یا هم آفرین. دارم. الان من میرم تو صفحه بعدی اینو می‌نویسم. کمیته 5 نفر حداقل. این آقا نکتهش اینه، خیلی سختش نکنیم. اگه مثلا گفتن حداقل 2 نفر فلان، یعنی چی؟ یعنی 2 نفر یا بیشتر یا بیشتر. این حالت‌ها رو با یا از هم جدا می‌کنیم. اگه گفتن حد اکثر، مثلا 2 نفر 3 نفر یعنی 3 نفر یا کمتر. این خیلی مهمه. حداقل اکثر. دقیقاً هم که مثل سوال قبلی دقیقاً 2 تا که مشخص. خب بیاریم سوالا رو پایین حل کنیم و به عنوان دیگه آخرین تیکه ها. کمیته 5 نفره باشد حداقل 3 داور ایرانی داشته باشد. خب آقا شما کمک بکن. کمیته 5 نفر 3 تا هم ایرانی داشته باشه حداقل. یعنی چی؟ خب کلا چند تا ایرانی بود؟ 4 تا. آقا یا 3 ایرانی یا 4 ایرانی. کمیته هم 5 نفر است یا 5 ایرانی. خب آقا این حالت آخر که کن لم یکونه، کنسله. حالت آخر کنسله. چرا؟ چون ما کلا 4 تا ایرانی داریم. نمیتونیم از 4 تا ایرانی 5 تا برداریم. حله؟ این حالت به وجود نمیاد. این 2 تا حالت رو حساب میکنیم، با هم در هم ضرب میکنیم حالت ها رو و بعد با هم جمع میکنیم. خب 3 تا ایرانی داشته باشیم، 3 از 4 حله؟ ضرب در کمیته چند نفر است؟ 5 نفر است. حتی بذارید من این چیزه رو ببرم اون برتری کم. خب نگاه کن. کمیته 5 نفر است. 3 تا از ایرانی ها بگذاریم. آموز میخوام پوست صحنه. آره پیش بر. 2 نفر میمونه دیگه. این 2 نفر بعد از غیر ایرانی ها باشه که غیر ایرانی ها 3 تا ژاپنی بود، 2 تا روسی، میشه 5 تا. خب انتخاب 4 از 3 میشه چقدر؟ میشه دوباره 4 فاکتوریال به روز 3 فاکتوریال دادن 1 فاکتوریال. خیلی ساده دارم بررسی می‌کنم. در حالی که 4 بر روز 3 میشه 4. تمام. نگاه کن 4 فاکتوریال ضرب کن. یعنی بچه‌ها وقتی سوال حل می‌کنن بعد همین دوره ما سوال حل کردیم بچه‌ها قطعا همه یادشون میمونه. آره دیگه من می‌خوام 4 از 3 رو بردارم، انگار 4 از 1 رو دارم برمی‌دارم دیگه. بهتون گفتم 4 از 1 هم شد 4 دیگه. خب 5 میشه 4. 5 از 2 هم که گفتم 10. 40. خب حالت دوم رو حساب بکنیم. 4 تا ایرانی باشن. انتخاب 4 از 4 که یک حالت 4 از 4 1. چون ترتیبش مهم نیست. 4 از 4 1. و اگه بگه ترتیبش مهمه همه به هم میریزن. اینجا ما دوباره چرخش داریم. 1 از 5 چی؟ 1 از 5 میشه همون 5. 5 ضرب در 1 5. این خیلی کمک میکنه به ما که مطمئن بشیم قبلی‌ها رو درست رفتیم. نگاه کن میگه گروه 5 نفر است. سر همون چیزی که گفتی یه لحظه اینجا جو متشنج کردیم بچه‌ها ببینن چیه. شما سوالا رو برو جلو، یکی از سوالا بهت کمک میکنه قبلی‌ها رو تیکشو بزنی یا میفهمی اشتباهه. نگاه کن من میخوام تیم 5 نفره بردارم، 4 تاش ایرانیه. خب این 4 تا ایرانی که ترتیبشون هم مهم نیست هیچی، 5 نفر میمونن. خب این 4 تا ایرانی با این 5 نفر به چند حالت میتونن یه تیم 5 نفره تشکیل بدن؟ 5 حالت. به 5 حالت. این نباید 6 در بیاد. اگه قرار بود این دو تا با هم جمع شن، این در میاد 1 در 5 با هم جمع میشه 6. اوکی از اینجا تشخیص دادیم. هر سال که من میدونستم و باز نرید حرف در بیارید. حرف که در میاد. نه بچه‌ها در نمیاد، یه سری دوستان ما اونا در. خب ما خیلی هم دشمن داریم چون آره این از اون سوال چیز
5 نفر. تکمیلش نکردیم. حالت 1 در اومد 40، حالت 2 5 جمع میکنیم 45 حالت تمام. اینا که گفتم 5 تا ایرانی نمیتونیم 4 تا انتخاب کنیم، این صفر حالته. در واقع شما اینا بنویسین صفر و بعد اینو با صفر هم مثلا جمع کنید بنویسین 45 تا که مشخص بشه. قشنگ بنویسید. خب آخرین سوالی که در خدمتتون هستیم، نه دو تا کمیته 7 نفره باشد. بذار من شماره بذارم برای اینا. اینکه اینجا نوشتیم کمیته 3 نفره باشد و بذاریم 2 گذر کردیم 3 نفره باشد و اینه دیگه. 5 نفره دقیقاً 2 تا ایرانی داشته باشه، اینه. 5 نفره حداقل 3 ایرانی، سوال 4 این است. خب الان بریم سراغ 5. من می‌نویسم که شما بتونید پیدا کنید. 7 نفره باشه، 3 تا ایرانی، 2 تا ژاپنی. ببین خودش اصلا اومده اینجا چیز گذاشته، همه چیزو گفته و گذاشته دیگه. ویرگول هم نشانی و برای زیبایی ادبیات. مثلا هیچ وقت نمیان بگن سیب و پرتقال و مثلا شلیل و فلان، میگن سیب ویرگول پرتقال ویرگول هلو و شلیل، یعنی همه و. خب حالا کمیته 7 نفره باشه و شامل این 7 تایی باشه که ما میگیم 3 تا از 4 تا و 2 تا از 3 تا و 2 تا از 2 تا. تمام. درسته؟ خب من این 2 تا رو میذارم ریز می‌نویسم که توی صفحه دیگه جاشه. این سوال چند بود؟ 5 بود. درسته؟ بله. خب 5. میگفتش چی؟ 3 تا از ایرانی ها باشه. درسته؟ بله. 2 تا از ژاپنی. 2 تا از ژاپنی‌ها که 3 نفر بودن. 2 تا از روسیه. 2 تا روسیه. خب تمام شد. واقعا گلابی خیلی گلابی. 4 ضرب در 3 ضرب در 1. 4 از 3 مساوی با 4 از 1 میشه همون 4. یعنی البته بگم 3 از 4 مساوی با 1 از 4 میشه همون 4. این چی؟ اینم باز 1 از 3. 3 اونم که 1 دیگه. اینم که هرچی از خودش 1 دیگه. 4 3 تا 12 تا. یا و اینم نداشت. و سوال آخر که از همش جالب تره. کمیته 5 نفره باشه و حداقل یه داور ایرانی، یعنی یه داور ایرانی، 2 داور ایرانی، 3 داور ایرانی، 4 داور ایرانی. یعنی ته چیزو داده دیگه. ای خواسته بپیچونه، ای خواسته زیاد شه، وگرنه بعد بچه‌ها که دیگه همونه دیگه. نگاه وقتی میگه حداقل 1 داور ایرانی یعنی چی؟ 1 داور ایرانی، 2 داور ایرانی، 2 3 و 4 ایرانی. خب ما برای اینکه اینو حل بکنیم ما حل کردیم، ولی من روی سوال مجددا توضیح میدم. اولا اینا با یایی که ما درست کردیم، یعنی اینا همه باید آخر با هم تعدادشون جمع بشه. اوکی. خب کاری که باید بکنیم چیه؟ ما میایم ایرانی‌ها رو انتخاب میکنیم، یعنی میگیم آقا من کلا 4 تا ایرانی دارم، این دفعه یه دونه ازش برمی‌دارم. 4 تا ایرانی دارم، 2 تا برمی‌دارم. 4 تا ایرانی دارم، 3 تا برمی‌دارم. 4 تا ایرانی دارم، 4 تا برمی‌دارم. حله؟ خب حالا و من اینو پاک کنم درستش کنم یکم بد شد. خب حالا ما میایم بقیه توی سوال قبل هم همه کار کردیم، بقیه داورا رو میکنیم توی یه دسته دیگه، فرق نمیکنه روس باشن یا ژاپن دیگه. جمعشون هم میشد 5 نفر دیگه. دقت کنید این سوال کمک میکنه هم قبلی ها مرور شه، هم خود این سوال خودش ارزش حل بالایی داره. نگاه کن خود سوال رو ببین. کمیته چند نفر است؟ 5 نفر است. یک حالت دیگری هم داریم 5 تا ایرانی. خب که 5 تا ایرانی میشه انتخاب 5 از 4 که خب اینا نداریم، پس این میشه 0 حالت. نمیتونیم از 4 تا ایرانی که داریم 5 نفر انتخاب کنیم دیگه. این حالت میشه 0 حالت. اینا باید با اینا جمع بکنیم. ببین اینجا ببین یه نفر از اون 5 نفر انتخاب کردیم، 4 نفر از اینجا باید انتخاب کنیم که بشن 5 تا.
2 نفر انتخاب کردیم، 3 نفر انتخاب کنیم بشن 5 تا، 3 تا انتخاب کردیم 2 تا، 4 تا انتخاب کردیم 1 دونه و اینم هست. اوکی. جمع این هایلایت زردها تو هر ردیف باید بشه 5 دیگه، چون کمیته 5 نفر است. این ردیف ایرانی ها هستن، خب این ردیف هم خارجی ها. حله؟ خب حالا اینا رو حساب بکنیم. 1 از 4 ببین 4 از 5 چقدر میشه؟ میشه 1 از 5 دیگه. 4 از 5 همون 1 از 5 میشه 5 شد 20. 2 از 4 میشه چقدر؟ 4 ضرب در 3 2 ضرب در 1 4 3 تا 12 تقسیم بر 2 6. 5 3 از 5 همون 2 از 5 که 10 گفتم حفظ باشید 60. 3 از 4 میشه خود 4، 2 از 5 10. سلام مجدد. 4 از 4 1 از 5 تموم شد. چقدر میشه؟ 5. اینم که شد 0. همه رو حالا ردیف با هم جمع باید بکنیم. گفته حداقل 1 ایرانی، یعنی 1 ایرانی یا 2 ایرانی یا 3 ایرانی یا 4 ایرانی یا 5 ایرانی. میشه 125. جمع کردی؟ بله. 125 حالت. تمام. چه فصلی شد خودش دیگه هر آنچه که بود و نبود و با تمام نکاتش گفتیم. و یه نکته دیگه هم بگم و تکمیل. اون نکته اینه که بچه‌ها تعداد، حتی به صورت شفاهی گفتم، زیر مجموعه های آر عضوی از یک مجموعه n عضوی چیه؟ آمرداد با کدوم فرمول در میاد؟ تعداد زیر مجموعه آر عضوی از یک مجموعه n عضوی. سیه یا پیه؟ سیه. آفرین. سیه n و r برابر با n فاکتوریه. چرا حالا اینه؟ چرا پی نیست؟ برای اینکه اون چرخش مهم نیست. چرخشه که نه، تکرارشون یاد تکرار ترتیبشون. چرا؟ چون فرقی نمی کند که من زیر مجموعه 3 عضوی مثلا 1 و 2 و 3 را بردارم یا 3 و 1 و 2. هیچ فرقی نمی کنه، دو تا هم برابرن، تکراری ها میپرن. این هم داشته باشید. فوق العاده مهمه. زیر مجموعه های آر عضوی توی امتحان نهایی که مثلا ازتون بگیرن ممکنه اینو بیاد. من یادمه تو امتحان پایان ترم خودمون اینو بود. مثلا زیر مجموعه 3 عضوی از زیر مجموعه 6 عضوی شما این فرمول می‌نویسی و به راحتی به دست میارید. یه سوال من داشتم بعدی. بفرمایید. یه دقیقه اینو بنویسم. تعداد مثلا زیر مجموعه های 3 عضوی از زیر مجموعه 6 عضوی میگی 6 ضرب در 5 ضرب در 4 تقسیم بر 3 ضرب در 2 20. ولی شما این حل تستیشه. حل امتحان نهاییش اینه. می‌نویسی 6 فاکتوریال 6 منهای 3 فاکتوریال در 3 فاکتوریال ساده می‌کنی تموم میشه. خب بفرمایید. سوال من خیلی مهم نیست. ولی یه مسئله برام هست با هم حلش بکنم. بفرمایید. چه جالب. بفرمایید. آقا من میخوام از بین 10 تا دانش آموز بدون اینکه برام اولویت داشته باشه 3 تا دانش آموز رو برای سرود دعوت کنم یا 5 تا دانش آموز برای سرود دعوت کنم. 5 تا دانش آموز رو میرم از تو کلاس برمی‌دارم میارم بیرون. بعد اینکه اون 5 تا رو برداشتم میخوام حالا به ترتیب قد یا به ترتیب خاصی بچینم تو صف سرود. کلا چند حالت داره؟ یه جایش مهمه یه جایش مهم نیست. آها. خب سوال جالب. 10 تا دانش آموز. سوال رو بچه‌ها متوجه شدن دیگه. 10 تا دانش آموز 2 مرحله داره. حالا ممکنه 100 مرحله داشته باشه. من مثال زدم که 10 تا دانش آموز داریم. کاری که آقا مرداد میخواد بکنه اینه. یه دور 5 نفر رو همینطوری رندوم انتخاب کنی. 5 نفر رو این مرحله 1 بدون ترتیب
درسته؟ بله. سوالی که کرد در حد کنکور بود و ما هم حل میکنیم، شاید اومد. ما نمیتونیم بگیم میاد یا نه. بعد میخوایم این 5 نفر رو حالا بچینیم، همین 5 تا رو این دفعه با ترتیب. کلا چند حالته، یعنی از بین اون 10 نفر 5 تا بیان، حالا بعد اینا به قد بچینیم. فرض اینه که حس می‌کنی پیچیده شد. آره. خب نگاه کن، ما کافیه هر مرحله رو برای خودش انجام بدیم و چون 2 مرحله‌ایه اصل ضرب رو رعایت کنیم. همین. تو مرحله اول بدون ترتیب از 10 نفر من بخوام 5 نفر بردارم، انتخاب ترکیب 5 از 10 9 8 7 و 6 تقسیم بر 5 فاکتوریال تا ته دیگه. حالا اینو باید بنویسیم 5 4 3 2 1. یکم سخت حساب کردم، باید ساده کنیم دیگه. میام 5 و 2 رو با 10 میزنم، این 4 رو با 8 میزنم، 3 رو با 9 میزنم. 3 2 تا 6 تا 6 تا 36 تا 36 ضرب در 7 ضرب در 7 درسته؟ 36 ضرب در 7. حالا اون حساب می‌کنیم آخرش. کار سخت نیست. 6 7 تا 42 تا 7 3 تا 21 262 52 دیگه. 52 این اشتباه 52 62 52. خب 252. پس این مرحله اول 252 حالت خودش داره دیگه. تا 2 حالتش برسه. قرارمون هم برای این بود که ضرب کنیم تو 2 حالت این. حالا تو این عملیات چیدن 5 نفر، آقا 5 نفر داریم، میخوایم به ترتیب قد اینا رو مرتب کنیم. حالا اینی که مهرداد گفت چیدن به ترتیب قد، حالا می‌دونیم به ترتیب قد هم نگیدیم. نه صبر کن. این مرحله رو سوال مهرداد خب بداهه بود کاملا. الان من میخوام حرفه‌ایش کنم. اینی که مهرداد گفت به ترتیب قد. آقا من 5 نفر رو به چند طریق میتونم به ترتیب قد بچینم؟ به 2 طریق. کم به زیاد، زیاد به کم. این نکته کنکوری است. 2 طریق. من میام اینو در 2 ضرب میکنم. میشه چقدر؟ 504. این برای حالت اول. اما حالا من میگم نه، من این 5 نفری که آوردم یهو واسم ترتیبشون مهم شد. میخوام یه جور خاصی بچینم. آره، چجوری قشنگ‌تر. میخوام این 5 نفر رو میخوام جایگشتاشو ببینم. جایگشتای درونی این 5 تا. 5 فاکتوریال. 5 نفر رو به 5 فاکتوریال حالت در این 252 ضرب میکنیم. اوکی. خب مدل سوالش هم فرق میکرد. گفت من اول میام 5 نفر انتخاب میکنم بدون ترتیب، بعد میارم بیرون میچینم. این میشه اینی که الان نوشتیم 252 ضرب در 5 فاکتوریال. منتها اگه یه جوری باشه مرحلهش مهم نباشه، بگم آقا من 5 نفر رو میارم که این کارو بکنم، یعنی 5 نفر رو میارم بیرون که بعد ترتیب بدم، یه ضرب با ترتیب حل کنید. یه ضرب با ترتیب حل کنید. بگید میشه پی 10 و 5. یه ضرب با ترتیب حل کنید. این سوال 2 مرحله‌ای بود، کلیدش هم این بود. چرا حالا این مهمه؟ چون 5 تا مثلا یه نفر نی به یه مورد بچینی، 2 نفر چپ و راستش مهمه، از کوتاه به بلند یا از بلند به کوتاه، 2 حالتش مهمه. این شد 504، اینم شد 5 فاکتوریال در 252 حالت که عدد خیلی خیلی درشتی میشه. اوکی. خب ممکنه با این تیکه پایینش خیلی ارتباط نگرفته باشید. من توصیه میکنم خیلی حالا به این تیکه پایینش دقت نکنید. سوالی که به شماها بدن در محدوده امتحان نهایی یا مشخص ترتیب دارن که از فرمول ترتیب میگیم، یا هم که بی ترتیبه. ولی این حالت بالایی که مرداد اول گفت عالیه. بعد به ترتیب قد بچینی و نگفت که قد از بزرگ به کوچیک یا کوچیک بزرگ. همین گفت بزرگ به کوچیک میشه یه حالت. یک حالت وجود داره که ببین اینا قدشونه. خب من اینا رو بچینم آخر میشه این دیگه. یه ترتیب. یه برم از این بره، یعنی یا از این بره یا از این بره، میشه 2 حالت. تمام شده رفت. خیلی سوال خوبی بود. دست در نکنه. یه محکی هم بود. بچه‌ها خسته نباشن. این ویدیو طولانی هم شد ولی حتما ببینید، این فصل مهمه. حالا بعداً تطابقاشو می‌بینیم. آره ان شاءالله که امتحان نهایی خیلی خوبی بچه‌ها بدن و بازخوردم بدید از هر طریقی که بود، ما بدونیم چی دوست دارید براتون بگیریم و چطوری. خسته نباشید. در پناه خدا باشید. خسته نباشید. خسته نباشید و خدا نگهدار.